در ناحیه خراسان طبیبان برای نجات 2 عضو یک خانواده تلاش دارند که بر اثر استعمال غذای آلوده زهرآلود شدند. به آنها میسر شده است که وضع صحتی 4 عضو دیگر این خانواده در ناحیه خراسان را به اعتدال بیارند، اما وضع ابوبکر 8 ساله و ایدانه 13 ساله وزنین بوده است. اهل عائله ریحانه آدینه و از دهه مهنت آباد روز 10 دکبر بعد از استعمال پلو همراه با کنسروی که تابستان تیار کرده بودند زهرآلود شدند. پیوندان ریحانه آدینه و میگویند او همراه 4 فرزند و خواهر شوهرش در بیمارخانه معالجه میگیرد. تاج نظر جلیلوف، یکی از نزدیکان ریحانه آدینه و روز 13 دکبر گفت ابوبکر آدینه و ایدانه آدینه و با گذشت 3 روز از حادثه به هوش نآمدند. دیگر اعضای عائله با شمول رحیم آدینه و 15 ساله و عباس آدینه و 17 ساله نیز حالا در بیمارستان هستند. اما خانواده شمسی آدینه و هم از استعمال کنسر و زهرآلود شده زیر نظر طبیبان قرار دارد. به گفته تاج نظر جلیلوف بعد از خوردن کنسر و دست ساخت اهل عائله بیهوش شدند و همسایه ها آنها را به بیمارخانه بردند. رجب علی گلوف، سرطبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه خراسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت همه اعضایان این خانواده زیر نظارت قطعی آنها قرار دارند. بعد زهرآلود شدن اعضای خانواده ریحانه آدینه و مقامات از ساکنان خواستند که در استعمال کنسروهای خودساخت احتیاط باشند، زیرا احتمال زهرآلود شدن وجود دارد. طبیبان از مردم خواستند که در صورت کمترین شبهه به صفت کنسر و یا تغییر یافتن سرپوش ظرف کنسر و ورم کردن محصولات داخلش از خوردن آن قطعا دست کشند. محمود کریموف، رئیس محله مهنت آبادی ناحیه خراسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در بین مردم کارهای فهماندهی میگذرانند. رئیس محله مهنت آباد افزود پدر خانواده زهرآلود شده ها در مهاجرت مهنتی قرار دارد و آنها در کنار خانواده هستند و برایش کمک میرسانند. دهه مهنت آبادی ناحیه خراسان محله نوبنیاد بوده، ساکنان آن مهاجران از دیگر منطقه ها می باشند. دوام 10 سال اخیر از ناحیه های عینی، کوهستان مسجا، رشت و ولایت مختار کوهستان بدخشان به اینجا مهاجران آورده شدند. ساکنان تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. متخصصان میگویند اگر کنسرو تا اندازه مشکل ذخیره غذا را حل کند ولی خطر هم دارد. در صورت رعایت نشدن معیار تازگی، استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسرو و تجزیه های کیمیایی میگذرد و غذاهای خوشخور به زهر تبدیل شده میتوانند. روز 10 دکبر 4 عضو یک خانواده در کولاب در نتیجه استعمال غذای آلوده زهرآلود شده بودند. سال 2012 در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت بر اثر استعمال کنسرو زهرآلود 1 نفر جان خود را از دست داده بود. سال گذشته 3 نفر در کولاب نیز جان دادند. استعمال کنسرو زهرآلود میتواند انسان را به بیماری خطرناک مثل بوتولیسم گرفتار کند. طبیبان مشورت میدهند به خاطر امنیت خود و اهل عائله شهروندان از استعمال کنسروهای شبهه‌ناک دست کشند و یا تنها از محصولات امن و برای خود آشنا استعمال کنند.